با مقصد تامین سالمی اهالی در مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر خوجند ملاقات رهبریت مرکز با مدیران مرکزهای سودا و خدمترسانی برگزار گردید. احسان سعیدов سردار مرکز نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی شهر خوجند ضمن برآمد خود از جمله تاکید داشت که پس از ظهور دامنگستری پاندمی ویروس کووید 19 طرز حیات شهروندان به نظام دیگر وارد شد که ریایا حتمی آن برای بخطری سالمی شهروندان نگرانده شده است. ذکر کردید که با مقصد راه اندازی چراه‌های بخطری توصیه‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و ساکنان مملکت پیشنهاد کرده شد که ضمن گشت و گذار در جایهای جمعیتی از نقاب استفاده برند و قاعده‌های بهداشتی را رعایت نمایند. همچنین فروشندگان مرکزهای سودا و خدمترسانی خود این طلبات را اجرا و هنگام وارد شدن خریداران قاعده‌های بهداشتی را از آنها طلب نمایند. از جمله معیارهای بی‌ضررگردانی اجرا نموده تنها با نقاب وارد مغازه شدن را اجازت دهند. همزمان قبل از برآمدن از مرکزهای سودا و خدمترسانی عملهای بی‌ضررگردانی را انجام دهند تا اینکه منبع‌های سرایتی را شهروندان به خانواده و جایهای جمعیتی نبرند. تاکید شد که این همه تدبیرها بهر پیشگیری موج دویومی بیماری نگرانده شده برای به اعتدال آمدن وضع اپیدمیولوژی، رفتار مسئولیت شناسی شهروندان و همکاری مؤثر دولت و در زمینه اعتماد بلند اهالی بسیار مهم است.